سلام آقای رضایی. سلام اکبر آقا، چطوری؟ قربونت برم، خسته نباشی. سلامت. آقای رضایی بیا یه هندونه شیرین به ما بده. من کار دارم حساب کتاب میکنم، خودت پیدا کن دیگه. راست میگن ها، گوش گشاد و آب هندوانه. یعنی خود نمیتونی یه هندونه شیرین پیدا کنی؟ چرا بلدم. ببینید خطاشو باید بشماری، درسته؟ ضرب در 2 کنید، جذرشو بگیرید، جذرش اگه زوج در اومد شیرینه میخورمش. اگه فرد شد چی؟ تو بیا بخورش. هندونه رو خوبن دیگه آقای رضایی. شنگولی ها. پرتقال بکشم؟ اکبر نکن. نه با حواسم هست نمیافته آقای رضایی. بابا خراب میشه، تلخ میشه. اخ نمیشه آقای رضایی، نمیندازمش که اینا. بابا اونا گرونه. باشه بابا بیا حواسم. بیا آقای رضا بیارم یه دونشو. بیا. همین خوبه. هندونه باید بخوریم دیگه، ما این شما پول نداریم که موز بخوریم، آناناس بخوریم، انبه بخوریم. خیلی خوب. کیوی دیدم یاد کلت افتادم آقای رضایی. یعنی چی؟ آرشگاه بودی آقای رضایی؟ آره دیروز بودم. چطور مگه؟ کلت عین کیوی شده. یعنی چی اینه کیوی شده؟ کیوی دیگه خودتونم دارید اینها، یه نوع میوه است، این تخم مرغ ولی روش موکته. آدم کله کیوی که میگن توی خیلی بهت میاد رضایی. آقای رضایی اینو حساب کن، من بی زحمت ببرمش. 2 تا لوبیا قشنگ قراره خشاف گذاری کنی ها. خدا به داد دور و بریات برسه. آقای رضایی اینو حساب کن. بفهم آقای رضایی. $45. 45 بله. 45 چه خبره؟ بفهم آقای رضایی. این چیه؟ کارت دیگه آقای رضایی، کارت ندیدی تا حالا؟ خوابی؟ یعنی چی؟ کارت دیگه الان کسی استفاده نمیکنه. از صبح تا حالا همه چی شده هوش مصنوعی. چیه مصنوعی؟ هوش مصنوعی؟ ما چیزای دیگه مصنوعیشو دیده بودیم ولی هوش مصنوعی اولین بار شنیدم. از صبح تا حالا دریافت، پرداخت، واریز، اینا همه فقط با چشم و نگاه انجام میشه، با هوش مصنوعی. چجوری؟ چجوری؟ آقا اینو برام حساب کن. 96. خدا برکت بده. یاد گرفتی؟ آره. تو هم الان میتونی. این چه کاریه؟ شرمنده آقای رضایی، فکر کنم موجودی ندارم. تو زندگی واقعی که شانس نیاوردیم، متاسفانه هوش مصنوعی هم ما کارگرا رو به رسمیت نمیشناسه. میس یو. ay, 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 ay.